و اما بعد از گفتن مشکل اصلی که ما با میوه ها داشتیم میرسیم به سوال نهاییمون و اونم اینه که آیا اصلا ما باید میوه بخوریم؟ بهتر نیست که به خاطر وجود شکر توی میوه ها اونا رو به صورت کلی از برنامه غذاییمون حذف کنیم؟ درود به شما دوستان عزیزم، من پیام هستم و به راکفید کلاب خوش آمدید. یکی از پرتکرارترین جملاتی که خیلی از ما از بچگی باهاش بزرگ شدیم اینه که میگن میوه سالم ترین خوراکی جهانه و نه تنها هیچ ضرری برای بدن ما نداره، بلکه هرچه بیشتر بخوریم بدن سالمتری هم خواهیم داشت. اما آیا این ادعا واقعا درسته؟ آیا میوه ها فقط برای بدن ما سود دارن و یا برعکس؟ آیا ممکنه که میوه ها برخلاف تبلیغات بسیار زیادی که برای فوایدشون میشه برای بدن ما ضرری هم داشته باشن؟ پس امروز میریم سراغ بررسی میوه ها تا ببینیم که این خوراکی های خوشمزه، خوشرنگ و شیرین برای بدن ما مضر هستن و یا مفید. فقط قبلش بذارید یک سوال ساده ازتون بپرسم. در تصویری که دارید میبینید ما 200 گرم موز داریم و 200 گرم نوشابه و میدونیم که هر دوشون حاوی شکر هستن. حالا به نظر شما شکر موجود در موز بیشتره یا شکر موجود در نوشابه و یا هر دوشون به اندازه یکسان شکر دارن؟ به جوابش فکر کنین چون که آخر ویدیو میخوام بهتون بگم که کدوم گزینه درسته. خیلی خوب، کلاس میوه شناسی رو با یک سوال بسیار ساده شروع میکنم و اونم اینه که آیا تا حالا فکر کردید که چرا درختان میوه ها رو به وجود آوردن؟ شاید در جواب بگید که خیلی ساده است، میوه ها برای این به وجود اومدن تا ما از اونا بخوریم، که جواب تقریبا درستیه. اما چرا درخت‌ها این همه زحمت میکشن و میوه ها رو به وجود میارن؟ در جواب باید بگم که هدف درختان از تولید میوه ها اینه که بعد از اینکه ما اونا رو خوردیم هستش رو در طبیعت و یا بهتر بگم روی خاک رها کنیم تا این شانس رو به درخت بدیم که به وسیله همون هسته بتونه تولید مثل کنه. خب حالا حدس بزنین که درخت‌ها چجوری ما رو به خوردن میوه هاشون تشویق میکنن. درست حدس زدید، با رنگ جذاب و خیره کننده مثل رنگ قرمز خیلی از میوه ها، عطر و بوی منحصر به فرد برای هر میوه و از همه مهمتر طعم شیرین که از شکر موجود در میوه نشأت میگیره، که همین طعم شیرین ناشی از شکر مهمترین عامل جذب ما به میوه هاست. به عبارتی میوه ها جوری تکامل یافتن که از طریق شکرشون به بدن ما انرژی برسونن تا اشتهای کاذب ما رو تحریک کنن و ما گرسنه‌تر بشیم و میوه بیشتری بخوریم، که نتیجهش این میشه که قرار هسته بیشتری هم در طبیعت دفع کنیم و این یعنی شانس بیشتر برای تولید مثل درخت‌ها. پس تا اینجای کار متوجه شدیم که درخت‌ها با میوه‌های خوشمزه و شیرین که تازه ما رو سیر هم نمی‌کنن گولمون میزنن تا ما ازشون بیشتر بخوریم و در نتیجه هسته بیشتری هم در طبیعت دفع کنیم تا بتونیم که تولید مثل رو براشون انجام بدیم. اما سوال مهم بعدی اینه که حالا ما از میوه ها چی میخوایم و چرا علاقه‌مندیم که اینقدر میوه بخوریم؟ در جواب باید بگم که میوه ها یک منبع بسیار خوب برای تأمین انرژی بدن ما هستن و ما، یا بهتر بگم اجداد اولیه ما، هدفشون از خوردن میوه این بود که شکرش رو جذب کنن تا بتونن که چاق‌تر بشن. حالا چرا دوست داشتن چاق‌تر بشن؟ چون که هرچی بدن ما چرب‌تر باشه شانس بقامون در صورت پیدا نکردن غذا بیشتر میشه، به این دلیل که بدن میتونه از چربی‌های ذخیره شده زیر پوست مخصوصا توی ناحیه شکم و باسن استفاده کنه و چندین روز متوالی بدون غذا دوام بیاره. پس تا حالا متوجه شدیم که رابطه ما با میوه ها یک رابطه برده. یعنی چی؟ یعنی ما با خوردن میوه و دفع هستش در طبیعت به تولید مثل درخت‌ها کمک میکنیم و از اون طرف درخت‌ها با میوه هاشون انرژی بدن ما رو تامین میکنن. اما میرسیم به بخش بعدی ویدیو که میخوایم بررسی کنیم که آیا میوه ها سالم هستن و یا نه. خب پس با یک مثال کارمون رو شروع میکنیم. به این تصویر نگاه کنید. اینجا ما یک عدد دونات داریم که کالریش با 3 عدد سیب مساویه، یعنی هر دوشون حدود 250 کالری دارن. اما سوال اصلی اینجاست که حالا که کالری ها برابر شده، یعنی دونات ما به اندازه 3 تا سیب کالری داره، پس چرا ما به سیب میگیم سالم اما به دونات که همون میزان کالری داره میگیم غذای ناسالم؟ در جواب باید بگم که بدن ما علاوه بر نیاز به انرژی غذاها که واحدش همون کالری هست، نیازهای بسیار متنوع دیگه‌ای هم داره. برای مثال نیاز به پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها، اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 و چندین مورد نیاز دیگه.
حالا هرچی که یک غذا و یا خوراکی بتونه طیف وسیع‌تری از دیگر نیازهای بدن ما که براتون مثال زدم رو تامین بکنه، ما به اون غذا میگیم که سالم‌تره، یا بهتر بگم ارزش غذایی بالاتری داره. برای مثال اگر که بخوایم سیب و دونات رو با هم مقایسه کنیم، باید اینجور بگم که مواد اولیه دونات تشکیل شده از آرد سفید، شکر و روغنه. در نتیجه به خاطر پایین بودن ارزش غذایی مواد اولیه‌اش خیلی از نیازهای بدن شما رو مثل ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و امگا 3 و پروتئین رو تامین نمیکنه و نمودار ارزش غذاییش تقریبا به این شکلی در میاد که شما میبینید، که یعنی این غذا کالری زیادی داره اما هیچ نیاز دیگه بدن رو به جز کالری برطرف نمیکنه. اما از اون طرف 3 عدد سیب ما به اندازه یک دونات کالری داره، اما غیر از کالری ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان های بدن ما رو تامین میکنه. پس در میزان کالری یکسان سیب نسبت به دونات ارزش غذایی بیشتری داره و غذای سالمتری تلقی میشه. اما حالا شاید فکر کنید که قضیه به خوبی و خوشی تموم شد و میوه ها ارزش غذایی بالایی دارن، پس هر چقدر که خواستیم میتونیم که مصرف کنیم. اما من اول ویدیو از شما یک سوال ساده پرسیدم و اونم اینه که به نظر شما شکر موز بیشتره یا شکر نوشابه؟ نکته جالب اینجاست که حدود 70% به این ساده اشتباه جواب دادن و خبر شوکه کننده اینه که موز حداقل 2 برابر نوشابه شکر داره، که این شکر موجود در میوه ها ما رو میاره به بخش اصلی ویدیو و مشکل بسیار بزرگی که ما با میوه ها داریم و اونم اینه که درسته که میوه ها سالم هستن اما میتونن به صورت خیلی موذیانه برنامه غذایی شما رو خراب کنن. به چه شکل؟ به این شکل که ما میوه ها رو توی قالب سالم و پرخاصیت توی برنامه غذاییمون قرار میدیم، اما این نامردا میتونن به صورت ناخواسته کلی شکر رو وارد بدن ما کنن، که دارید داخل تصویر شکر موجود در هر میوه رو نگاه میکنید. و یک خبر شوکه کننده اینه که سیب و نوشابه هر دوشون در وزن یکسان به یک اندازه قند دارن. حالا دلیل گیر دادن ما به شکر توی میوه ها برای چیه؟ برای اینه که میوه ها شکر دارن ولی پروتئین ندارن، در نتیجه به سرعت توی بدن ما هضم میشن و غذایی که سریع هضم بشه ما رو دوباره گرسنه‌تر میکنه. برای همینه که شما بعد از خوردن میوه هیچ وقت سیر نمیشید و بیشتر و بیشتر هوس میوه میکنید و تا به خودتون میایید میبینید که 400-500 کالری از طریق میوه ها گرفتید ولی تازه گرسنه‌تر هم شدید. و اما بعد از گفتن مشکل اصلی که ما با میوه ها داشتیم میرسیم به سوال نهاییمون و اونم اینه که آیا اصلا ما باید میوه بخوریم؟ بهتر نیست که به خاطر وجود شکر توی میوه ها اونا رو به صورت کلی از برنامه غذاییمون حذف کنیم؟ در جواب برای اینکه خیالتون رو راحت کنم باید بگم که بدترین و پرشکرترین میوه هنوز که هنوزه از یک غذای فست فود چندین برابر سالم تره. نکته‌ای که شما باید بهش توجه بکنید اینه که یک غذا هر چقدر هم که سالم باشه اگر که شما بیش از حد مصرف کنید میتونه که منجر به افزایش وزن بشه. پس بهترین راهکار اینه که مقدار اون غذا رو مشخص کنید. برای مثال شما میتونید روزانه بین 100 تا 300 کالری از برنامه غذاییتون رو به میوه ها اختصاص بدید، مثل تصویری که دارید میبینید. نوع میوه و اندازش رو مشخص کنید و از خوردنش لذت ببرید. و در نهایت نتیجه اخلاقی که میگیریم اینه که میوه خوردن بسیار خوبه به شرطی که به اندازه بخورید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. توی قسمت بعدی میخوایم بریم سراغ 5 تا از بهترین و بدترین میوه ها برای دوره کاهش وزن. همچنین اگر که دوست دارید بدونید که شب شام خوردن شما رو لاغر میکنه یا نه، حتما این ویدیو رو نگاه کنید. دم همتون گرم. هر سوالی که دارید حتما توی کامنت ها بنویسید، من به همش جواب میدم و توی قسمت بعد میبینمتون. خدا نگهدار.